با حیات میمیره. اول بعد از کشتار فیلم گرفتن. اینا چیه بایی جان؟ اینا برو الدوه. اینا الو چیکار میکنی؟ اینا برو نمک میزنی. نمک میزنی خیر ببین. اینا تو شورم بدیم یا نمیتی باش؟ دو شکی ندید تو رو نه خدا. ده نمیدم. خب اینا ماما عبدالجا ایرواکو برو فلفلار. اینا فلفل. خب اینا که فلفل با اضافه کردی با چیکار میشه؟ اینا باز برو خود دانه دانه میخریم برو. باقی دانه دانه که بخوردین چیکار میشه؟ انا برو 100 تا که بخری برو دیگه تا سال دیگه این موقع دیگه نمیبره. یاد میبر نمیگی نه؟ آه. صحیح. اینا باید به چی بدار کنی؟ اسکنم میان بیاره دیگه. اینا دیگه اینا که هست به امی حالت کیفیت اینا برو. تو می مار بکشی؟ نه شما ها؟ شما ما برو چیز کنه. شما ما من چی تیار کنیم اینا؟ امی برو امی همین سور کی با شما یاد؟ امینا چینی ها میخورد برو من بدیدم. بابا شاید اون رنگ زرد بوده تو با اینا نه فلفل ماما. شاید اون تو داخل چیز دیده دیگه. چینی‌ها هم ما رو میخورن. نه او شاید انکم داره او چیز نبود. چه ماما فلفل نبوده. او شاید رنگ زرد بوده با طعم پرتقال اضافه. خیلی خوشمزه شده. یا ارمان بدل نری. نه یا شاید تندی و ترشی با هم که مکس شه فهمیدی؟ چند کیفیت داره نیابده؟ سلاته دیگه ماما. سلطه کابلی همینه؟ اوه این سلاته چینیه. چینه یا کابلی ها؟ چینیه. آخه سود مردشی با. ماما یه واسه که تو که چه میگه؟ آقا این اصلا کیفیت داره که به خدا دو قیمت کیفیت نداره. همین ترشی خود خیلی کیفیت داره. این صبح مگه که بره که بهت گل بره و دشوی اسکنم بیاری و چکش مگه بده کنی. نه او تو نیه دیگه ماما دیگه. ما واسه فلفل زدی که بار کو پرسون نگی. کیفیت به فلفل نه دیگه ماما دیگه. معلوم میشه. بوتی که وقتی بالای دستی بکشک پاک نه با خدا اگه فرم می‌کردی کنه. ما دو بی کیفیت شد خدا. نه خوبه بد نه.